سلام. سلام بچه ها، خوش اومدیم به ویدیوی تازه. امروز اومدیم با هم دیگه آنباکس لوازم داره. بچه بدترین آنباکسی که وجود داره همین آنباکس، همین ویدیوه. پایان 3 ماه اشتغال، تفریح، خرید، رفتن، اردو، گردش، همه چی تمام شد. رسیدیم به چی؟ کتابای ما رو شنبه میدم. چند تا چیز خریدم، چند تا چیز عادی و چرت و پرت که گفتم بیارم به یوتیوبم بذارم. اگه میخواید حمایت کنید، خوش اومد، لایک کنید، سابسکرایب کنید. یک حمایت کوچیک از من. این اسم کانالم هنوز انتخاب نکردم، حالا هرچی میخواید بذارید. بعد کلی ایده باحال داریم دیگه. همین. این از دفتر شروع کنیم. آره، یه دفتر دارم. این دفتر رو سال قبل من خریدم ولی هیچ استفاده ازش نکردم. نگهش داشتم واسه 8م که ایشالا توی 8م شکم کار میکنیم. این دفتر یکم دونم. این دفتری یک بود که از جلدش خوشم اومد و خریدم. واکنش بابا. علوم. بله، علوم. دفتر علوم. Arabica, oh my gosh. Fakulas تصمیم فارسی چیزای خوبی میده. پشمام. بزرگترین درس مف. مثلا شما هم ندیدی. یعنی که اینا کلا کتابایی که نیاز داریم برای 8م اگه پایشونه. یعنی اتود بخرید که من از این خیلی خوشم اومد. مثلا خیلی خوشگل بود پس خریدم. پسرید فانتزی نخرید. پسر یه از اینا میخره میره تا 9م 12م میره. اینا چندن های 200 تومن تو جمعه بازار میرم بهش کنم. همه چیزهایی که دارم خودکار رنگی. البته واسه ما پسر خوب یاد نداره خودکار رنگی، ولی خب این بار خریدم. من نخریدم، مادرم جان دلم بده برگوش. هایلایتر که نیاز بود باید میخریدیم چون تو لیست خریدامون بود. بعد وقتی آوردگی از این مارکای خیلی خوبش هم گرفتم دیگه. بیا اینم هایلایتر پسر. هایلایتر یک پک خریدم و یه دونه بزرگ و کلافت و خوب. آیا شما هم همیشه غلطگیر نواری میخرید؟ آیا بزرگترین غلطگیر مایعی که تو زندگیتون دیده میخرید؟ اشتباه میکنید. نه از اینا بخرید. کوچولو نازک تو دست همینو بکن. نه یعنی بزنید رو دفترتون غلطاتون رو پاک کنید و که همینو بکنید تو دوستتون. اینم میشه. یه تا دیگه بچه پولداری و آره از اینا خریدم. خیلی خوش رنگن، مثل مایه از سرش. من بیشتر خریدم که چیزهای نقاشی میکشن گونخوری رو دیدیم بس اون خریدم. تمام شد. همین بود از خریده امسال من. یه ترند دیگه خریدم. میدونی دیگه چه لبوبو نمیاد بالا. دارم با پا برش میدارم حال نرم خمشم. فکر کنم برش داشتم. لبوبو. فکر کردی سیکرتش میفته؟ نه سیکرتش میفته. آره چی خریدی؟ آره یه 2 ساعت هم خریدم از شمال. رفتیم شمال. آره تخمش. آره 2 یه کاسه خریدم. الان میریم مدرسه. یکی لبوبو میزنه، یکی ترایان چه گوخوریه، چه گربه میشن، سگ میشن. یکی اینجوری میاد پیک میبینی پسرای نازک نارنجی اصلا. آره منم یه کاسیو میبندم. ببین در صبحی یکی باشه بیاد گلیاپوچو نه میزدن در گوشش پدسته. صبح میان گلیاپوچ گم میشه بیشه. من حال گلیاپوچ داشتم من نمیخوابیدم تو کلاس. ببین فرض کن ساعت 3 بخوابی خدای صبح باشی یکی بیاد من گلیاپوچ منمش. آره دیگه میزدم جوری که تخت صدا بده. آره خلاصه که بچه اگه این ویدیو میبینین بچه های کلاسم
صبح با من از این شوخی نه. یه بار رفتن آب ریختن توی بادکنک ریختن سرم. همون بادکنک با همون مقدار آب زدم تو دهنشون. آره دیگه فردا یک مهر بدترین روز 31 شهریور. PS5 ببین سلطان داره گریه میکنه. سلطان داره گریه میکنه. تخمه نکن. هرچی دیگه همین دیگه بود. مردونه برید مدرسه درستون رو بخونید. پیکی نکنید. سگید مگید. الله اکبر. یکی لبوبو بیاره. من خودم دارم بیارم. نه من که نمیبرم. من گم خورم مدرسه پسر نمیگیرن. آره همون نیارید بیارید میجریمش زیر ما. آره همین دیگه. تا ویدیو بعد حالا یه لایک چون یه سابسکرایب کن. میخوای کامنت بذار نمیخوایم نظر شاید اصلا کامنت بسته باشه. به این ویدیو بدون هیچ ادیتی بود. حال نرم ادیت کنم. همینو میذارم یوتیوب. آبروم هم که رفت دیگه رفت. لایک کنین دیگه. کل کارهای خفن دو چرخ سواری شنا فوتبال والیبال بسکتبال درس تمیز کردن اتاق کلی چیز میز داریم. و تا ویدیو بعدی خداحافظ.